چرا بعضیا میگن سربازی آدمو میسازه و بعضیا میگن سربازی فقط وقت تلف کردنه؟ واقعا تو سربازی پارتی بازی جواب میده یا فقط شایعه است؟ دوره طلایی چیه و چطوری میتونیم تو اون دوره خدمت کنیم؟ سربازی رفتن تو کدوم یگان راحت تره؟ چرا؟ چقدر از داستانهای ترسناک درباره پادگانا واقعیه و چقدر شایعه است؟ چطور میشه دوران سربازی رو به یک فرصت تبدیل کرد؟ سلام رفقا، من محمدم، اینجا هم آتلیه منه. محتوا و موضوع ویدیو امروز یکم متفاوته با ویدیوهای دیگه. امروز میخوایم درباره سربازی صحبت کنیم، 0 تا 100 سربازی. این ویدیو مناسب کساییه که هنوز سربازی نرفتن، احتمالا میخوان برن سربازی، و واسه کسایی که پست کردن و استرس اینو دارن که کجا میخوان بیفتن، کدوم ارگان میخوان خدمت کنن و چطوری میخوان خدمت کنن. اما قبلی که بریم سراغ موضوع امروز ویدیو، اصلا بریم سربازی یا نه؟ اگه واقعا هدفت اینه که تو ایران بمونی، به پاسپورت نیاز نداری، یا برات مطرح نیست بخوای جواز یک شغلی رو بگیری، سربازی نرفتی هم نرفتی، هیچ اتفاقی نمیفته. الان خیلی از دوستان یا آشناهای من هستن که سربازی نرفتن، ازدواج کردن، بچه دار شدن حتی، و به مشکلی هم نخوردن. این که خیلیا ترس دارن ازش و میگن ممکنه بیان به زور ببرن سربازی، اون ماره یک بحثی دیگه است. ماره وقتیه که تو پست کردی، در واقع سرباز شدی، حتی رفتی آموزش، یا حتی اگه آموزشی سربازی هم نرفته باشی، همین که تو پست بکنی و دیگه نری، اونجا سرباز فراری حساب میشی. این بده. اونجا هر اتفاقی که برات بیفته، پات به دادگاه کشیده بشه، لازم باشه که یک کار رسمی انجام بدی، یک کار دولتی انجام بدی، اونجا دیگه به مشکل میخوری. ولی تا زمانی که غایب هستی، یعنی مشمولی هستی که غایبی، شرایطشو داری که بری سربازی ولی نرفتی، حالا به هر دلیلی، اون هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه. گفتم که خیلی از دوستان و آشناهای من هستن که نرفتن سربازی و مشکلی هم براشون پیش نیومده، ولی دیگه از این محرومن که بخوان از کشور خارج بشن یا جواز به عنوان مثال یک کاریو بخوان برن بگیرن. خب به طور کلی اگه بخوایم بگیم، شما توی ایران که زندگی میکنی، وقتی 18 سالت میشه، البته از 19 سالگی میتونیم بگیم دیگه، چون شما 1 سال هم وقت دارین که نرین از زمانی که مشمول میشین، باید برین یک دوره ضرورتی رو توی یکی از ارگان‌های نیروهای مسلح بگذرونین و اینجوری دین خودتون رو نسبت به کشور، حالا یا اون ارگان نیروی مسلح، ادا کنید. ما 3 تا ارگان اصلی داریم که شما وقتی سرباز میشی زیر مجموعه یکی از این ارگانا میشی. یکی اولیش که ارتشه، که باز خودش زیر مجموعه داره: نیروی دریایی ارتش، نیروی زمینی ارتش، نیروی هوایی ارتش و پدافند هوایی ارتش. این 4 تا زیر مجموعه ارتش هستن. همینجور برای پرنده سپاه هم داریم. حالا من اینجا میگم پرنده سپاه که به یوتیوب بر نخوره. متوجه شدین؟ بله سرورم. اونم همینجور نیروی زمینی داره، نیروی هوایی داره، نیروی دریایی داره و به جای پدافند هوایی که تو ارتش بود، اینور هوافضا داره. حالا بسته به نیازشون یکی از این زیر مجموعه ها شما رو انتخاب میکنه. یکی بعدی نیروی انتظامیه. نیروی انتظامی هم 2 حالته: یا شما سرباز پاسگاه های نیروی انتظامی میشی که تقریبا تو شهر هستن، بیرون شهر هم هستن. یه مورد دیگهش اینه که شما مرزبانی نیروی انتظامی میافتین. شما 90% مواقع توی مرزین حداقل. اون 10% هم برای ارگانا و سازمانایی هست از مرزبانی که کارهای اداری میکنن و مرز نیستن، داخل شهرن. یک مورد دیگه هم هست، راهنمای رانندگی. این هم زیر مجموعه نیروی انتظامی حساب میشه و شما بعد اینکه آموزشی نیروی انتظامی رو رفتین، میفرستنتون واسه راهنمای رانندگی. تقریبا میشه گفت سربازی راحت تری دارن نسبت به بقیه ارگانهای نیروی مسلح. یه ارگان دیگه هم هست، زندان. به چه معنی؟ که شما سرباز زندان میشی. من 2 تا از دوستام سرباز زندان بودن و اینجوری بگم که واقعا تعریف خوبی نکردن از سرباز زندان. هم محیطش محیط خوبی نیست، هم که شرایط سربازهاش زیاد جالب نیست. این مسائل گفتم که ذهنتون آشناتر بشه و بریم سراغ مسئله خودم. چی شد که من
رفتم سربازی. تقریبا دانشگاهم که تموم شد لیسانس رو گرفتم. یک سالی من کمتر از یک سال شروع کردم به کار کردن توی حیطه معماری، شبیه سازی معماری. آخراش بود که فرصتی برام نمونده بود، تصمیم گرفتم پست بکنم و این مرحله خیلی سنگین و اجباری تو زندگی رو پشت سر بذارم. یادمه که پست کردم، رفتم پلیس بلاوه 10 و تو ذهنم فقط این بود که سرباز زندان نشم و امیدوار بودم که یا توی نیروی دریایی خدمت کنم چون خیلی برام جذاب بود، یا توی مرزبانی چون اینم به نظرم برام جذاب بود و هم خب تایمش کم میشد. اینجوری که احتمالا خودتون بدونین توی مرز که باشی 5 ماه تقریبا شما کسری میگیرین و خب مثلا اون 21 ماه خدمتی که شما داری الان که صحبت میکنیم این تایم 21 ماه، خب اون 5-6 ماه ازش کم میشه. من بعد اینکه پست کردم یک سری کارهای اداری داشت که بعد میرفتیم سن میزدیم و از این حرفا. تو تایم روی کاغذی که من داشتم پست میکردم تایم داشت که میتونستی مشخص کنی که چه تاریخ اعزام بشی و من توی تاریخ اسفند زدم که اعزام بشم. هیچ اطلاعی هم نداشتم درباره دور طلایی چیه و اینا. حالا بعد جلوتر بریم درباره دور طلایی هم بهتون میگم. آقا من پست کردم، رفتیم تقریبا یه هفته 10 روزی منتظر بودم که جوابش بیاد و میگفتن 3-4 روز قبل اعزام جوابش میاد. خب فهمیدم که من ارتش افتادم و تقریبا حس خنثایی داشتم، نه خوشحال بودم نه ناراحت بودم. فکر میکردم که تو پادگانای ارتش که تو سطح شهر یا حالا بیرون شهر هست اعزام میشم برای یگان. و خب تحقیقم کرده بودم درباره سربازی، تو یوتیوب سرچ کرده بودم، نمیدونم سایت فارسی سرچ کرده بودم، تو گوگل سرچ کرده بودم، ولی آنچنان اطلاعات واضحی به من نداده بود که بخوام یک ذهنیتی پیدا بکنم درباره آموزشی. و گفتیم دیگه هرچه بادا باد، هرچه پیش آید خوش آید، ما که خندان میرویم. رفتم. روز اول سربازی خیلی روز سختیه تقریبا. بعد میرفتم ترمینال. رفتیم توی ترمینال ساعت 6:30 صبح بود فکر میکنم و همه کسایی که پست کرده بودن و 04 افتاده بودن هم اومده بودن، خانواده هاشون هم بودن. ما رو مثل گله گوسفند از بقیه جدا کردن، نشوندن وسط سالن ترمینال و خب حالا خیلی ها موهاشون رو زده بودن، خیلی هم نزده بودن. من زده بودم چون میگفتن تو آرایشگاهایی که تو سطح پادگان هست یا بهداشت خوبی نداره، واسه این مسئله کردم از قبل موام بزنم. رفتیم اونجا منتظر وایسادیم 1 ساعتی، 1 ساعت و نیم همون وسط نشسته بودیم. خانواده هم دور ما بودن و دست تکون میدادن و واسه بچه‌هاشون و شروع کردن ما رو تقسیم کردن دیگه. چند تا اتوبوس بود، ما رو بردن توی اتوبوسا و اون لحظه‌ای که شما وارد اتوبوس میشی به این فکر میکنی که دیگه تموم شد دیگه. من از اینجا دیگه وارد برهه سربازی شدم و خب یه غم خیلی زیادی میگیرته که حالا تو سربازی بهش میگن کما، اصطلاحا میگن شما کما زدی و همه تقریبا اونجوری بودن به جز چند نفری که خیلی دیگه خوشمشرب بودن و روحیشون رو حفظ کرده بودن. رفتیم به داخل اتوبوس و اتوبوس من یادم اتوبوسی که ما توش نشسته بودیم هولوش 5-6 ساعت طول کشید تا بخواد حرکت کنه. حالا نمیدونم به مشکل خورده بود، چی اتفاقی براش افتاده بود. با هر اتوبوس هم یک مأمور بدرقه که نیرو انتظامی بود داخلش بود که ما رو هدایت میکرد تا 04 برسونه و بعد از اونجا تموم میشد. و مأمور بدرقه که تو اتوبوس بود به ما خیلی امید داد، گفت خوب جای افتادین ارتش تایمش اداریه، ما نیرو انتظامی ها باید شیفتی کار کنیم، بعضی وقتا 48 ساعت سر کاریم، سربازامون هم به همین شکلن، ولی شما نه، شما تایم اداری تو شهر خودتون اگه بیفتین از صبح تا ساعت 1 و 2 معمولا پادگانیم، بعدش هم رهاتون میکنم بریم. و خب این حس خوبی داد، ولی اون بار کما و اون سنگینی رو از بین نبرد. در نهایت من یک شانس خیلی بزرگی که آوردم این بود که دقیقاً رو صندلی که نشستم یکی بود کنارم، یک فرد خیلی درونگرایی هم بود و
شروع کردیم به صحبت کردن. وقتی اتوبوس راه افتاد باز خیلی بیشتر با هم صحبت کردیم و حرف زدیم. پسر معلم سال دوم دبیرستان و سوم دبیرستان هم بود، صادق رزمی. خیلی هم پسر خوبیه و اونجا اولین رفاقت من توی سربازی شکل گرفت. خب خیلی شانس آوردم، به ندرت اتفاق میفته که توی روز اول توی اتوبوس بتونی رفیق پیدا کنی، ولی خب من یک رفیقی پیدا کردم که خیلی هم پسر گلیه. تقریبا ساعت 7-8 شب شد که اتوبوس رسید به بیرجند. از مشهد تا بیرجند همونجوری هم که گفتم اتوبوس دیر راه افتاده بود. وقتی رسیدیم به بیرجند هوا تاریک شده بود، سردم بود، تو اسفند بود و ما رو پیاده کردن، به صف کردنمون تو همون هوای سرد. گفتن که ساکاتون رو کامل باز کنین بریزین بیرون هرچی داخلش هست. حالا خیلی آجیل آورده بودن، پسته آورده بودن، نمیدونم واسه خودشون هله هوله آورده بودن، لباس آورده بودن، هرچی آورده بودن و گفتن شما بریزین پخش کنین رو زمین که ما بگردیم ببینین از شما چیز غیر قانونی پیدا میکنیم یا نه. چیز غیر قانونی هم که خودتون اطلاع دارین دیگه، سیگار، فندک، چاقو، حتی مثلا ناخنگیرایی که اینجوری یک تیغه تیز داره برای که ناخوناتون رو بسابین، اونا رو هم میشکستن یا مثلا میگفتن که نمیتونین بیارین بیرون، اگه میخواین بیارین داخل پادگان باید اون تیغه ناخنگی رو بشکنید. خلاصه ما تقریبا یک ساعت و نیم پشت در پادگان یا اصطلاحاً دژبانی میگن بهش، اونجا الاف بودیم، همه رو گشتن و ما رو فرستادن بریم داخل. همون اولی که رفتیم داخل، خب خیلی پادگان بیرجند بزرگه، یک مسیری رو پیاده روی کردیم و بعدش که رسیدیم ما رو بر اساس مدارک تحصیلیمون جدا کرد. ما افتادیم گردان 2 که لیسانس ها بودن و فوق لیسانس ها و فوق دیپلم ها. روز اول ما گرفتیم خوابیدیم، یادمه، یعنی شبش، و پتو هم به ما ندادن چون اصلا شب شده بود و کادریا نبودن که بخوان وسایل به ما تقسیم کنن. خیلی هم سرد بود و ما هر جوری بود دیگه به بدبختی گرفتیم خوابیدیم. فرداش که شد اومدن چند تا کارهای اداری کردن و اینا، اسم ما رو ثبت کردن و به ما کاغذ دادن که بنویسیم، نمیدونم پر کردیم و لیست و اینطور چیزا نوشتن و شروع کردن وسایل دادن به ما. وسایلی که به ما دادن خیلی زیاد بود. شما پتو بگیر، به ما 2 تا پتو دادن، 2 تا ملافه دادن، روبالشتی دادن، صابون دادن، جا صابونی دادن، لیف دادن، شورت دادن، زیرپوش دادن، 2 دست فرنچ نظامی دادن، 2 دست شلوار نظامی دادن، 2 دست کلاه نظامی دادن و خیلی چیزای دیگه هم دادن که حالا یادم نیست. ساک دادن، یک ساکی که همینا شما بذارید توش. اولین مسئله‌ای که توی آموزشی سربازی به ما یاد دادن آنکادر کردن تخت بود. یعنی زمانی که شما از تخت میای بیرون بیدار میشی، باید اولین کاری که میکنی تختتو مرتب کنی که این یک شیوه خیلی خاص داره. شما باید قشنگ صاف و صوف قشنگ کل چروک‌های تختتو بگیری و بعد اونا رو با یک شونه خاصی شونه کنی که پرزاشو بگیری. اولین کار برای نظم و دیسیپلین شخصی یک سرباز همینه که آنکاد کنه تختشو. درباره کادریا و کمک مربیان بهتون بگم. خب کادریا معمولا 2 دسته. یکیشون اونایی هستن که دانشکده افسری رفتن درس خوندن و 3 سال یعنی تقریبا درس میخونن تو دانشکده افسری، دوره‌های سخت میگذرونن و بعد با درجه ستوان 2 فکر میکنم از اونجا خارج میشن، که یعنی فرمانده گروهانای ما که درجهشون ستوان 1 یا سروانه تقریبا 4 سال تا 8 سال از دوره دانشکدهشون گذشته. یک دسته دیگه از کادریا اونایی هستن که آموزش درجه داری دیدن. درجه داری چیه؟ اینا به نسبت کادریایی که دانشکده افسری رفتن دوره آموزشی کمتری رو گذروندن و معمولا مدرک تحصیلیشون هم کمتر از دیپلمه و وقتی که خارج میشن با درجه گروهبان 2 یا گروهبان 1 فکر میکنم خارج میشن. درباره کلاس آموزشی بگم، در کل گروهان و کمک مربیا میگردونن. کمک مربیا کیان؟ سربازایی هستن که بعد از اینکه دوره آموزشیشون تموم میشه حالا دوره کد تخصصی میرن که
بتونن کمک مربی بشن و یاد بدن به سربازای تازه ورود و اینا نه بدونی که دوره کد برن تقسیم میشن تو همون مرکز آموزشی و اونجا کمک دست فرمانده گروهان هستن. ما تقریبا 2-3 هفته اول اصلا فرمانده گروهانمون رو ندیدیم، یعنی نبود و کمک مربی ها همه کارا رو میکردن و تا 2 هفته اول اصلا آموزش خاصی هم نداشتیم، یعنی یک چند روزی رفتیم رژه تمرین کردیم، پا کوبیدیم و احترامات رو به اون یاد دادن و دیگه کار خاصی نکردن و آنکادر تخت. اینا تنها چیزایی بود که تو 2-3 هفته اول به ما یاد دادن. اما دوره طلایی چیه که همه دنبالشن تو دوره طلایی خدمت کنن؟ ببینین دوره طلایی به 2 ماه گفته میشه. یکی ماه اسفند. چرا؟ چون شما وقتی میری اونجا 2-3 هفته هستی و بعد به خاطر عید نوروز که مرکز آموزشی تعطیل میشه معمولا شما رو تایم حدودی 20 روز مرخصی میدن که برین و باز بعد عید برگردین ادامه آموزشتون رو ببینید. به خاطر این قضیه بهش میگن دوره طلایی. یکی دیگه هم ماه رمضونه. زمانی که شما توی ماهی میری که ماه رمضون باشه خب کمتر بهتون سخت میگیرن. صبح معمولا میرین رژه کار میکنین، بعد اینکه سحری خوردین و بعدش دیگه بیکارین، میگیرین استراحت میکنین. به خاطر همین به این 2 زمان میگن دوره طلایی. بعد از عید که برگشتیم کلاس آموزشیمون شروع شد. در واقع هم کلاس معارف جنگ داشتیم که توضیح میدادن درباره جنگ چه اتفاقی افتاده. کلاس سلاح شناسی داشتیم که حالا اصطلاح رسمی ارتش جسه و به ما اونو یاد دادن، ولی خب در واقع شما میری توی یگان اصلا جسه استفاده نمی کنی و کلاش استفاده میکنی، کلاشی که تولید داخل ایران هستش. و به جز اینا دیگه کلاس رژه بود، کلاسایی بود که درباره به عنوان مثال کمک اولیه بود، چیزای خیلی مبتدی بود، تخصصی نمیان به این چیزا رو یاد بدن و خب این ضعف داره دیگه سربازی ما. اگه شما واقعا میخوای یک سربازی رو آموزش بدی برای اینکه اگه یک موقع خدای نکرده جنگ شد بتونه از کشورش دفاع کنه، باید خیلی تخصصی تر آموزش بدی، نه این چیزایی که توی مرکز آموزشی به ما آموزش دادن. و تقریبا اینو بهتون بگم که مرکز آموزشی های تمام ارگان های نیروهای مسلح یکیه، یعنی از نیرو انتظامی گرفته تا ارتش گرفته تا نیروی مسلح دیگه، اینا همه به تو یک چیز آموزش میدن. فقط تفاوتش اینه که شاید به عنوان مثال کتابچه های راهنمایی که به شما میدن فرق بکنه. من نمیدونم، مثلا پدافند هوایی به شما میاد درباره جت ها، هواپیماها و موشک‌های پدافندی به شما توضیح میده. توی نیرو زمینی میان به شما درباره تاکتیک‌های درگیری با دشمن توی زمین و اینطور چیزا آموزش میدن. اینا هم جوری نیست که بخوان بیان کامل تخصصی بهتون آموزش بدن. تا همون دفترچه کوچیکی بهتون میدن، میگن بشینین روی زمین دفترچه رو بخونین، بعدم ازتون سوال میپرسیم، نداشته باشید تنبیه میشید. همین. اینم بگم که تقریباً 2 هفته که گذشت، 10 روز که گذشت، چون هوا هم سرد بود، یک ویروسی پخش شد توی گروهان و ما چون ساختمون گروهانمون جوری بود که 2 تا 3 تا آسایشگاه داشت و تو هر آسایشگاه 60-70 نفر بودیم. وقتی که مریض میشه دیگه خیلی همه‌گیری و شیوع پیدا میکنه اون مریضی و کل بچه‌های آسایشگاه تقریبا مریض شدن و ویروس رو گرفتن. 1-2 روزی هم حتی منو زمینگیر کرد. اما خب بعد اینکه دوره ها رو گذروندیم و تموم شد، روزی بود که دیگه میخواستیم بریم، تقسیم شده بودیم، میخواستن به ما امریه بدن که این امریه خیلی مهمه که کجا افتادی، تو کدوم یگان باید خدمت کنی و همه استرس داشتن. یکی که حالا اونایی که پارتی داشتن میگفتن که پارتی ما رو میندازه جای خوب. قبل اینم این نکته رو بگم که پارتی بازی در چه حد اونجا. ببینین پارتی بازی اونجا فوران میکنه و واقعا کسایی بودن که ما مثلا 2-3 روز اول اومدن تو آموزشی دیدیمشون، دیگه رفتن نبودن تا روز آخر و روز آخر دیدیمشون، معلوم نبود اونا کجا بودن و این قضیه خیلی زیاد و مطرحه، نمیشه هم جلوشو گرفت، یعنی یه چیزی که شیوع پیدا کرده دیگه.
ولی بریم سراغ روز آخر. روز آخر خب گفتم همینجور همه استرس داشتن، استراب داشتن که کجا قراره بیفتن و خب جدیداً هم ارتش نیروهاشو میبره توی مرز مستقر میکنه، بعضی از نیروهاشو. واسه همین ما هم که اکثرا مشهدی بودیم، مثلا اگه میافتادیم تو خود مشهد یا مثلا پادگان اطراف مثل قوچان جای دیگه، اینا نیروهاشون مرزن اکثرا و همه اسما رو خوندن تک تک، فلانی افتاده تربت‌دریه، فلانی افتاده قوچان، فلانی افتاده مشهد. و خب یک سریا که مثلا سمت تربت و قوچان نیروهاشون له مرزن، اینا واقعا کما زده بودن تا به من رسید گفتش که دور کد اصفهان، دور کد توپخانه صحرایی و موشک‌ها. حقیقتا هیچ اطلاعی نداشتم که اصلا دور کد چیه، قرار چه اتفاقی بیفته. فقط میگفتن یه دوره آموزشی تخصصی تره که قراره بگذرونین شما سرباز تخصصی تری بشین. ما رفتیم سمت 4-5 روز بهمون مرخصی دادن. تو اون 4-5 روز خب اومدیم شهر خودمون و بعدش با 2-3 تا دوستایی بودن که تو دوره آموزشی با هم بودیم، با هم دیگه افتاده بودیم. از این لحاظ کم خیالمون راحت تر بود و رفتیم اصفهان و اونجا دور کد توپخانه صحرایی و موشک‌ها دیدیم. درباره دور کد بهتون اینو بگم که واقعا خوب بود. یعنی شرایط ما چجوری بگم، کادری هم خیلی بهتر بود تو دور کد. تو دور کد خب هم کیفیت غذاهاش خیلی به نسبت بالاتر بود به آموزشی 04 بیرچند، هم رفتار بهتر بود. اساتید ما خب همه سرهنگا بودن. یه حالت دانشکده نظامی کوچولو داشت که سربازای درجه داری، سربازایی که کادریای درجه داری و کادریایی که دانشکده افسری رفتن به عنوان یک ترم و یک درس بعد از دانشگاهشون می اومدن اونجا و خب اینا هر دوره یک سری سرباز رو هم می گرفتن که اونا رو هم آموزش تخصصی بدن. سربازها یعنی ماها نمی اومدیم درس بخونیم دیگه، مثلا برای ما مهم نبود این توپ فلان چند میلیمتریه چجوری شلیک میکنه اینا. در کل دور کد اصفهان خیلی دور کد خوبی بود و بعد این ما دیگه اعزام شدیم به سمت یگان هامون. خب تا اینجا قضیه اگه ویدیو برات جذاب بوده و تونسته یک سری از مشکلات و سوالاتی که داشتی رو جواب بده، حتما ویدیو رو لایک کن، منم سابسکرایب کن تا ویدیو جدیدی که میذارم رو بتونی ببینی. دمت گرم. خب بریم سراغ یگان. من یگانی که افتادم همونجور که بهتون گفتم اول قضیه دوست داشتم توی مرز بیفتم و خب این اتفاقم افتاد. من افتادم تایباد، حالا کلیشو بخوام بگم یعنی اول افتادم قوچان، اونجا تقسیممون کردن توی تایباد. خب دفعه اولی هم که رفتم اونجا واقعا شوکه کننده بود. یعنی فرض کن یک بیابون برهوت کامل، وسطش یک دونه پادگان ساختن. حالا پادگان نوساز بود، کوچیکم بود ولی نوساز بود، ترتمیز بود، ولی دیگه وسط یک بیابون بود. هیچی شما دور برت نمیدیدی. اونور مرز افغانستان بود، 2-3 تا روستای مرزی بود دور، اونم مثلا در حد 30-40 کیلومتر اونورتر که فقط نورش کورسویی میزد، در شب دیده میشد اونم نه در روز. و شرایط خیلی مهیج بود، طوفان و گرد و خاک میشد، همیشه قطع میشد آب و برق و خب چون مناطق عملیاتی بود کسری هم تعلق میگرفت و در کل تجربه بدی نبود، تجربه خوبی بود. توی پادگان مرزی هم که افتادیم آموزش میدیدیم، یعنی آموزش دیدن ما قطع نشد. حالا هرچی که ما تو دوره کد یاد نگرفته بودیم و اینجا دیگه باید تحت فشار و زیر توی منطقه عملیاتی یاد میگرفتیم و خب آموزش داشتیم. اکثر اوقات یعنی بیشترین کاری که ما انجام میدادیم نگهبانی و پاس دادن بود. کلا توی سربازی پاس دادن خیلی مهمه، یعنی شما یا هر روز مثلا اگه توی منطقه مرزی باشی یا یه روز در میون باید بری بالای برجک، زاغ مهمات، حالا هرچی و اونجا پاس بدی. و اینو بهتون بگم که حالا من چون درجه گروهبانی گرفتم به خاطر لیسانس، یکم
بهتر بود شرایط واسمون. ولی خب مثلا سربازایی که درجهشون پایین تره، یعنی زیر دیپلم هستن، زیر سرجوخه به عنوان مثال، اینا خب یکم بیشتر تحت فشارن و ازشون بیشتر موتوری میکشن. حالا موتوری چیه؟ لفظایی هستش شما تو سربازی میری شاید آشنا نباشی از قبلش، ولی بعد باش آشنا میشی. یکیش همین موتوری دادنه. موتوری دادن یعنی چی؟ یعنی شما کارهایی که در وظیفت باید انجام بدی یا حتی کارهایی که وظیفت نیست، وظیفه یکی دیگه است ولی به شما میگه انجام بدی، به این میگن موتوری دادن. و خب شما اولی که میری داخل یگان کلا شما رو با همین لفظ موتور میشناسن تا 1-2 ماه بگذره و یکم اونجا آشنا بشی، بشناسنت و کم کم دیگه خودت ماهت بره بالا، تعداد ماهایی که خدمت کردی و حالا باز شما کسی هستی که به وردیای جدید میگی موتور. ولی خب من کلا اصلا تو این فازا نبودم، هیچ وقتم اینجوری کسی صدا نزدم و اصلا خوشم نمیومد. و حالا لفظای دیگه که بود کما بود که به شما گفتم، سربازایی که حالشون خراب میشه یه هفته کما میزنن و به بدبختی هاشون فکر میکنن و معمولا سربازی دیدی یه جا نشسته خیره شده داره به افق نگاه میکنه، هیچی هم نمیگه، حرف نمیزنه، این کما زده. این نشونه کما زدگی توی سربازاست. و لفظا خیلی زیاد بود. حالا شما خودتون اگه برین اونجا آشنا میشین، پدر خدمتی، پسر خدمتی، دختر خدمتی. مثلا شما اگه در 12 ماه خدمت کنی ورودیای جدید بیان وارد یگانت بشن، دیگه اونا حکم نوه شما رو دارن، میگن نوه خدمتی منه. بله، همونجور که مشاهده میکنید این کلاهیه که تو منطقه عملیاتی به ما دادن. و خب کلا شما وقتی که میری توی مرز، یعنی عملیاتی میشه اون گردان، گروهان یا حالا تیپی که شما داخلش هستی، از این کلاها استفاده میکنن به جای کلاه معمولی سربازی و به این کلاه میگن کلاه موتوری. و عرضم به حضورتون که شرایط هم توی مرز وقتی شما میرید فرق میکنه دیگه. مثلا اون دیسیپلین و انضباطی که شما باید توی پادگان‌های شهری داشته باشی به خاطر اینی که کادریای درجه بالا و رده بالا میان به شما سر میزنن، توی مرز راحت تره دیگه. حالا باز پادگانی که من بودم اونجا پادگانی بود که پادگان مرکزی میشه گفت بود. جایی که من بودم افسرا و امیرای ارتش به اونجا زیاد سر میزدن و مثلا یه پادگان دیگه بود از ما دورتر بود و دوستام اونجا افتاده بودن و میگفتن اونجا واقعا راحته. یعنی گوشی شما میبری، کادری هم میدونه گوشی داری، هیچی بهت نمیگه، پوتین نمیخواد بپوشی، لباس نمیخواد بپوشی همیشه و خیلی راحت تره دیگه. ولی خب به ازای این راحتی از نظر شرایط باز خیلی سخت تره. یعنی یک منبع آب بود فقط میتونستن از اون آب بخورن، هموم نمیتونستن خیلی خوب برن، شاید مثلا هر هفته یا 2 هفته یه بار میرفتن هموم. ولی خب ما جایی که بودیم نه، شما تو هر روز بری هموم. ولی در کل دوره خوبی بود. اگه بخوام بهتون بگم برین سربازی یا نرین، ببینید این همه چیش به شما بستگی داره. اگه واقعا دنبال اینی که سربازی رو بری در نهایت ولی داری عقب میندازیش با درس خوندن، با دانشگاه رفتن، این کارو نکنین. برین. شما هرچی سنتون کمتر باشه برین سربازی، خیلی راحت تر براتون میگذره. ولی اگه کلا نمیخوای سربازی رو بری و برات هم مهم نیست پاسپورت داشته باشی یا بتونی مثلا جواز یک شغلی یا یک کاری رو به دست بیاری، نری، هم هیچ اتفاقی نمیفته. پس همون اول قشنگ 2 تا 4 تا تو بکن، ببین اگه برات مهم پاسپورت و اینا، تو همون سن کم برو. ولی اگه میخوای کلا سربازی رو نری، بذار غایب بشی، اتفاق خاصی هم نمیفته. درباره این مسئله هم بگم که کجا خدمت راحت تره. ببین همه جا سربازی یک جوره. خب یعنی شما تو ارتش هم میتونی باشی یک جای راحت خدمت کنی، یک جایی باشه که سخت خدمت کنی. توی پرنده سپاه هم میتونی همینطور باشه، یک جایی باشه سخت باشه، یک جایی باشه راحت باشه. حالا البته برای پرنده سپاه شما 90%
در نظر بگی که راحتی 10% دیگه چی بشه شما به مشکل بخوای بخوری. و نیروی انتظامی به نظر من واقعا سخت این ارگانیه که توش بیفتی، چه سرباز پاسگاه شهریش و چه کسایی که مرزبانان نیروی انتظامی خیلی شرایطشون سخت‌تر از ما مرزبانان ارتشه. مرزبانی ارتش هم حقوقش بهتر بود، هم مرخصیایی که میدادن بهتر بود، ولی خب اینا رو شما برای مرزبانی نیروی انتظامی باید حقوقش رو کمتر در نظر بگیری و عرضم به حضورتون مرخصیاش هم زیاد آنچنان نیست مثل ارتش. امیدوارم این ویدیو برات مفید بوده باشه واسه کسایی که میخوان برن سربازی یا کسایی که پست کردن و منتظرن که جوابیش بیاد ببینن کجا افتادن. اگه ویدیو برات جذاب بوده و تونسته یک سری از مشکلات و سوالاتی که داشتی رو جواب بده، حتما ویدیو رو لایک کن، منم سابسکرایب کن تا ویدیو جدیدی که میذارم رو بتونی ببینی. دمت گرم.